ببین آقای علیزاده سلام، خسته نباش. یه هم ببین باند ما آوردن فقط کلوخ خورد میکنه. ببین با بیل و تیشه. این هم دستکار ببین. بیا ببین این کلوخه. حالا این کود شما، این کودی که من قبلا خالی کردم. ببین این قسمت رو ببین آقا علیزاده. اینجا رو بیا ببین تراکتور بان که خود راننده تراکتور الان عصبانیه. ببین چی کلوخی. از این قسمت هم برات توضیح بدم. کلوخا رو ببین چقدر درشته. اینا رو دستگاه رد نمیکنه. من که گفتم این بچه ها دارن تازه اینا رو خورد کردن خودشون با بیل و تیشه. این قسمت از کود قبلیه. خب دارم مجبور شدم با همونا قاطی کنم شاید یه خورده کارم راه بیاد بندازه. هیچ کار میشه. بچه ها نفسشون بریده شد.